مقایسه غول از شیائومی و هیولا از اکووکس. هر دو مدل هم جارو میزنن هم تی، آشغالای خشکشون خالی میکنن، وسط کار هر وقت ببینن کثیف شده برمیگرده خودشو میشوره و دو تا مخزن دارن، یکی برای آب تمیز یکی برای آب کثیف. هر دو مدل ته چرخش دارن که لکه‌ها رو تا 99% پاک میکنه، اما مدل هیولا تهش از کنارش بیرون میاد تا بتونه گوشه‌ها رو هم به خوبی تمیز کنه. هر دو مدل به صورت اتومات نقشه خونه رو اسکن میکنن به گوشتون منتقل میکنن، ولی مدل هیولا اسکن 3D هم داره که تمام جزئیات خونه‌تون رو توش نشون میده. هر دو مدل عملکرد بی‌نظیری روی فرش دارن و سیستم تشخیص فرش که روی اون تی نزنه، ولی مدل هیولا اتومات این سیستمش. هر دو مدل سیستم تشخیص موانع و ارتفاع دارن، یعنی نه به جایی میخورن نه از جایی میافتن. هیولا با قدرت 11000 پاسکالش هر آشغالی رو برای شما میبره و این شیارها باعث میشه هیچ آشغال و مویی به این فرچه نمونه. هیولا مجهز به سیستم هوش مصنوعی، یعنی خودش تشخیص میده کجا چقدر کثیفه و به اون میزان قدرت و مکشش رو بیشتر میکنه. یا مثلا میتونی از طریق صدا بهش دستور بدی اون شروع کنه به تمیزکاری. در آخر هم وقتی کارش تموم شه میرن توی ایستگاه خودشونو میشورن تمیز میکنن. و حالا وقتشه که ببینید چقدر کثیف کاری از خونتون جمع کردن. اولی غول و دومی هیولاست. الان دیگه هر چیزی که نیاز بودت بگم و میدونی، فقط تصمیم گیری با توه. ارادت.